دوستان سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به قسمت دیگه از آموزش نرم افزار رویت. اگه خاطرتون باشه تو قسمت‌های قبلی در واقع راجع به سایه‌ها با هم داخل نرم افزار رویت کار کردیم و گفتیم که ما دو مدل سایه داریم. یکی کست شادو که سایه خورشید هست و یکی امبینت شادو که سایه‌های ثانویه هستش که اجسام روی همدیگه در واقع ایجاد میکنه. سایه خورشید، خب ما باید یک خورشیدی داخل صحنه داشته باشیم که در واقع این سایه ها رو ایجاد کنه. امروز میخوایم با هم دیگه این تنظیماتی که مربوط به خورشید و سایه اندازی که خورشید روی مدل و آبجکت و روی ساختمونمون ایجاد میکنه رو با هم دیگه بررسی کنیم. بهتون آموزش دادم که چطوری در واقع سایه خورشید رو فعال کنید. یکی از طریق گرافیک دیسپلی آپشن بود که می اومدیم تو قسمت شادو و اینجا کست شادو رو فعال میکردیم، اما یه دکمه خیلی راحت تری هم در واقع رویت برای ما قرار داده توی این نوار ابزار پایین که شما میتونید روی قسمت شادو، روی گزینه شادو که الان آف هستش من اگه کلیک کنم در واقع سایه هایی که خورشید برای من ایجاد میکنه رو فعال میکنه. پس راحت ترین روشش فعال کردنش از روی گزینه شادو توی نوار ابزار در واقع هستش. حالا من میخوام برم خود خورشید رو در واقع موقعیت قرارگیریش رو توی ساعت‌های مختلف، توی لوکیشن‌های مختلف و توی حتی فصل‌های مختلف بخوام تغییرش بدم و ببینم که سایه اندازیش روی مدل و روی ساختمون من به چه شکل هستش. از طریق این گزینه که سان پس هست، من اگه روش کلیک کنم میتونم به سان ستینگ در واقع که پنجره تنظیمات خورشید من هست دسترسی پیدا کنم. همونطور که میبینید توی قسمت سولار استادی الان روی گزینه استیل هستش که توی 4 فصل مختلف رو میتونه بررسی کنه و به من نشون بده که مسیر حرکت خورشید من به چه شکل است. من اگه روی سامر قرارش بدم که خب همینی هستش که الان داریم میبینیم. اگر روی وینتر قرارش بدم و اپلای کنم، نحوه سایه اندازی خورشید در واقع متفاوت میشه روی ساختمون من. اگر اسپرینگ رو اپلای کنم به همین شکل و اگر روی پاییز باشه در واقع باز میبینید که کلا مدل سایه اندازی توی فصلهای مختلف متفاوت میشه و این فقط به فصل بستگی نداره. همونطور که میبینید به لوکیشن، به تاریخی که در واقع شما دارین بررسیش میکنید و به ساعتی که در واقع خورشید توی موقعیت‌های مختلف هست بستگی داره. اگر بیام روی قسمت لوکیشن و اینجا روی این 3 نقطه کلیک کنم، از 2 طریق میتونم لوکیشن دقیق پروژم رو به این برنامه بشناسونم که بتونم دقیقاً بگم که توی اون لوکیشن، توی تاریخ خاص، توی تایم خاص مسیر حرکت خورشید و سایه اندازی خورشید روی پروژه من به چه شکله. اگر اینجا گزینه دیفالت سیتی لیست رو انتخاب کنم، شما اینجا تو قسمت سیتی میتونید کلیک کنید و شهر مورد نظر رو انتخاب کنید و کلیک کنید و مشخص کنید که خب من تهران رو فعلا اینجا قرار دادم که وقتی حالا هر شهری رو اینجا انتخاب میکنید طول عرض جغرافیایش رو میشناسه و اینجا به شما نمایش میده. گزینه دوم در واقع اینترنت مپینگ سرویس هستش که اگر روش کلیک کنم شما اینجا یک نقشه برای شما باز میشه که دقیقاً میتونید لوکیشن محل قرارگیری پروژهتون روی لوکیشن مشخص شده رو انتخاب کنید و خب به صورت دقیق میتونید این تنظیمات رو روی اون لوکیشن در واقع اعمال کنید و ازش استفاده کنید. الان چون من حالا توی کشورهای دیگه اصلا نمیشه نرم افزار کرکی استفاده کرد، من مجبور شدم که در واقع اینترنتی که در واقع وصل به این نرم افزار رو کاملا غیر فعالش کنم که حالا از جلوگیری کنم از پریدن کرک این نرم افزار. اما شما خیلی راحت میتونید اینترنت رو فعال کنید، فیلتر شکن رو هم فعال کنید و اینجا میتونید که اگه سرعت اینترنت خوبی هم داشته باشید میتونید اینجا مپ رو برای خودتون فعالش کنید و باز بشه در واقع تو این حالت. خب بهترین راهش هم در واقع راحت ترین راهش اینه که روی دیفالت سیتی لیست بذارین اگه نمیخواین لوکیشن دقیق رو بدین و با قرار دادن حالا اون شهر، پیدا کردن اون شهر توی این قسمت در واقع یک حدودی از اون کاری که اون لوکیشنی که میخواین رو براتون مشخص میکنه و اینجا اوکی میکنه. حتی میتونید تاریخ رو انتخاب کنید که توی چه روز خاصی از سال مثلا میخواین بررسی کنید که سایتتون به چه شکل هست، سایه اندازی ها به چه شکل هست و بازشوها رو توی کدوم قسمت ها بهتره که قرار بدیم و خیلی مسائل دیگه.
اینجا شما ساعت رو هم میتونید مشخص کنید. مثلا 8 صبح در واقع فصل پاییز سایه اندازی ها به چه شکله؟ من اگه اینو اپلای کنم طور که میبینی که خب سایه ها خیلی کشیده تره. اگه اینو روی سامر قرار بدم خب سایه ها خیلی کوتاه تره در واقع. و این رو اگر ساعت 12 ظهر قرارش بدم میبینید که خیلی حتی متفاوت تر در واقع قرار میگیره و ساعت های دیگه هم به همین شکل. و این رو اوکی میکنم. یه نکته خیلی مهم دیگه که این سانستینگ داره، شما داخل این نرم افزار میتونید مسیر حرکت خورشید رو هم در واقع ایجاد کنید برای پرزنتیشنتون، برای تحلیل سایتتون و برای ارائه حالا به کارفرماتون و حتی برای ارائه برای کارهای خودتون که ببینید که تحلیل انرژی، تحلیل سایتتون به چه شکل میشه و یه دید بازتری قبل از طراحی بهتون در واقع میده. من اگر بیام اینجا رو همین قسمت سان پس کلیک کنم، سانستینگ رو بررسی کردیم، میام اینجا گزینه سان پس رو آن میکنم، یعنی در واقع فعال میکنم. همونطور که میبینید یه دیاگرامی رو به من داده که داخلش مسیر خورشید و خود خورشید رو در واقع ایجاد کرد. این تنظیمات همین تنظیماتی هستش که اینجا توی سانستینگ ایجاد کردم. الان اینجا فصل در واقع سامر ساعت 10 صبح 21 جون رو داره به من نشون میده. من اگر روی در واقع این خورشید کلیک کنم و کلیک درگ کنم میتونم توی ساعتهای مختلف خورشیدم رو تکون بدم و همونطور که میبینید به صورت لایو ببینم که داره چه اتفاقی بر روی سایه هایی که روی مدل من، روی ساختمان من داره ایجاد میکنه اتفاق میفته. اگه کلیک کنم دوباره میتونم حرکتش بدم و حتی اگر روی این در واقع خود این مسیر کلیک درگ کنم میتونم روی تاریخ‌های مختلف که سمت راست ببینید تاریخاش داره در واقع تغییر میکنه و مسیر و شیب حتی خورشید داره متفاوت میشه و مسیر حرکتش متفاوت میشه. شما از این در واقع همین دیاگرام میتونید یک خروجی بگیریم برای استفاده کردن از شیت هاتون یا به صورت یک انیمیشن میتونید مسیر حرکت و تغییر سایه ها رو در واقع به صورت انیمیشنی ایجاد کنید، تهیه کنید، هم برای خودتون، برای کار خودتون، تحلیل سایت خودتون، هم برای ارائه به کارفرماتون در واقع. یک گزینه مهم دیگه هم اگر من بیام داخل سانستینگ روی مولتی دی در واقع قرارش بدم و روی حالا هر فصلی که مد نظرتون قرار بدم و اپلای کنم، به این شکل شما مسیر حرکت و بازه تابش خورشید رو خیلی راحت‌تر میتونید روی سایتتون و روی دیاگرامتون ببینید و خیلی راحت شاید خروجی جذابتری رو بتونید داشته باشید. من این رو برگردونم روی استیل و سامر و اوکی به این شکل. و مسئله مهم دیگه که در واقع شما اگر هم بخواین که در واقع این مسیر رو یعنی پاکش کنید، سان پس رو آف میکنم و اگر بخواین دوباره ایجادش کنید که آن رو میزنم. و گفتم میتونید از مسیر حرکت خورشید رو هم یک انیمیشن تهیه کنید که یه ذره جزئیات خیلی زیادی داره. دوست دارم که توی ویدیوی خلاصه تر راجع به ساخت انیمیشن برای مسیر حرکت خورشید با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. در واقع قسمت های دیگه که داخل این نوار ابزار هستش، یه قسمت رندرینگ در واقع شو رندرینگ دیالوگ هستش که میزنیم و خب تنظیمات رندر خود نرم افزار رویت هست که خب اگر بخواین حرفه‌ای کار کنیم با رویت، ما زیاد از این پنجره رندرینگ رویت استفاده نمی کنیم و از یک سری موتور رندرهای دیگه که در واقع میتونیم روی رویت مثل این اسکیپ، مثل ویری و دیگر موتور رندرهایی که میشه ازش استفاده کرد در واقع رندرگیری رو انجام میدیم. مثل 3D Max خودش که یک مدل رندر داره، ولی خب ما با ویری و ونتیج و دیگر موتور رندرها در واقع استفاده میکنیم برای رندرگیری. خب دوستان، این هم از آموزش امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.